أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره شیخین ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما ازش پرسیدن. زید از سوالشون رو منکر شد. این چه سوالیه که میکنی؟ شروع کرد به تعریف و تمجید از ابوبکر و از عمر و فرمود که پدرم و جدم بر آن دو ثنا گفتند و تعریف کردند. وقتی چنین دیدنش باش بیعت نکردند و از گردش پراکنده شدند. ولذا زید گفت که رفضتمونی فانتم رافضه، شما من رفض کردید، شما رافضی هستید. از اون روز به این تندروان، به این افراطگرایان که هنوز معتقد به امامت منصوص نبودند، هنوز معتقد به یک دهم اون چرا که در امروز رافضیان امروز و امام پرستان امروز و زندیقان امروز بهش معتقدند، هنوز اینا رو معتقد نبودند. فقط از ابوبکر و عمر راضی نبودند، اسمشون رافضه شد. و این بدعت خبیث روز به روز بدتر میشد، جلوتر می آمد، تا اینکه زندیقها به مرور ایام برش چیزی اضافه میکردند و تمام این زندیقها و این فرقه ها که ظاهر شدند همه ظاهرا ادعای موالات و دوستی اهل بیت میکردند، برای که عموم مردم و عوام مردم رو بفریبند. و در میان اینها، در میان این شیعیان بیشتر از 70 و خورده فرقه ظهور کرد.